آقا ما تا دیروز فکر میکردیم گونی یه وسیله‌ایه که در حمل و نقل مواد ازش استفاده میشه. مثلا برنج توش میریزن جابجا میکنن، خاک و سیمان و کود کشاورزی و پیاز و سیب زمینی و اینا توش میریزن و خلاصه با اون جابجاش میکنن. ولی اصلا فکرش هم نمیکردیم که ممکنه کاربردهای دیگه هم داشته باشه. آخه جدیداً متوجه شدیم که یکی از ابزارهای بسیار مهم حکومتداری در ولایت فقیهه. چجوری؟ الان عرض میکنم. علی مطهری، یکی از گوساله‌های مجلس نشین آخوندی، اخیراً یه سفری به گلپایگان داشت و اونجا بعد سخنرانیش یکی میاد جلو و میگه این همه مردم اومدن نشستن، شما در مورد قدیر صحبت میکنی، به جای اینکه بگی خودروی داخل چرا 45 میلیون تومان مردم رو یه دسته کور فرض کردید. جایگاه شما همین نیست که اینجوری حرف. چرا جایگاه من نیست؟ شما نماینده مجلسی باید به من جواب بدید. نادانی که نمیدونید عید قدیر و راجع امامت صحبت کنید. خیلی نادانی. شما نماینده مجلسی که اینجوری حرف میزنید. آقا اینطوری نیست، شما اینطوری صحبت نکن آقا، تا هم مردم یه نفری شما. من در مورد خودم صحبت آقا رو عکسشو بگیرید من بده. آقا این چه شخصیت عکس آقا رو بگید بعد من بده. عکسو بگید. من خیسه آبرون لباس منو عکس نمیخواد. همه من نگاه چند تا روحانی تو مجلس آبروی عمامه منو بردین. بله، همونطور که آخرش رو شنیدین، آخوند گلپایگان میگه که عکسشو بگیرین بدین من بدم تو گونی ببرنش. تا قبل این ماجرا روال بر این بود که اگه کسی صدای اعتراضش بلند میشد اول 4 تا فحش میدادن و برچسب بهش میزدن، اگه جواب نمیداد میکردنش تو ماشین ون پلیس یا پژو وزارت اطلاعات و میبردنش. اما الان نه که قطعات خودرو نایاب شده، از اون ورم که بنزین و استهلاک ماشین اینا خیلی گرونه، دیگه گفتن چه کاریه با ماشین چرا ببریمش، میندازیمش تو گونی میبریمش. حالا این روش تو گونی بردن مزایای خیلی زیادی داره. اول از همه این که الکی پول بنزین و راننده ماشین و هزینه‌های اینطوری نداره. بعدش هم یه کمک هم به تولیدی‌های گونی در سراسر کشور میشه. شما یه حساب بکن ببین این همه آدم معترض رو اگه قرار باشه با گونی ببرن چقدر رشد و شکوفایی در صنعت تولید گونی در سراسر کشور رخ میده. فقط این روش بگیر تو گونی ببر یه مشکل خیلی کوچیکم داره. با توجه به اینکه از 80 میلیون نفر جمعیت کشور 79 میلیون و 500 هزار نفرشون معترض هستند، این احتمال وجود داره که در آینده نچندان دور دچار کمبود گونی هم بشیم و گونی هم در بازار نایاب بشه. بالاخره این تولیدی‌های گونی هم یه ظرفیت مشخصی دارن دیگه. تحریم‌ها هم که هر روز داره بیشتر میشه. اگه زیاد بهشون فشار بیاد یه موقع صبح از خواب پا میشیم میبینیم قیمت گونی در حال رقابت با قیمت پرایده. اون موقع دیگه خر بیار باقالی بار کن، گونی بیار معترض بار کن. راستی از همین تریبون جا داره به مسئولین حکومت دیکتاتوری بگیم که گونیاتون رو آماده کنینا، قیام بزرگی در راهه. حالا اینکه کی بره توش صحبت میکنیم.